سلام به همه عاشقان بازی گیم به فریم بوک. دوباره خوش اومدید داشتای گلم. داشتای خواهران گلم، این دفعه 3 بازی آفلاین و موبایلی براتون آوردم. پدر مادر دار، اصلا بی پدر مادر نیستن. خب بازی اول دد سلز، یک اکشن پلتفرمر عالی، گرافیک فوق العاده، کامبت عالی، مووا و کلی اسکیلای فوق العاده داره. آیتمای بازی میشه گفت بیشمارن و خیلی سخت پیداش کردن. به شخص فنشم خیلی پیشنهاد میکنم. این بازی کلی DLC و پایان‌بندی عالی داره. برای کسایی که میدونن عالیه. گراند ماونتن ادونچر، این بازی تو 2 نسخه اومده که حدوداً برای 10 سال پیشه، اما بازم عالیه. گرافیک بازی هر 2 نسخه واقعا پیشتازه و برای گوشی‌های حتی میشه گفت ضعیف هم پیشنهاد میشه. این دو بازی توی سبک اسکی کردن رو برف واقعا کم نذاشتن. گرچه پرمیوم هستا، ولی چون جهان بازه باحال میتونید برای خودتون برید عشق کنید و لذت ببرید. برای کسایی که میدونن. گزینه 3 NFS یا همون نیت فور اسپید نو لیمیت. بله این بازی در از موبایلیش هم هست. این بازی بسیار خوبه. گرچه توسط ایه جهانخوار دزد ساخته شده، بازم خوبه. جدی میگم واقعا خوبه این بازی. از کنترل بازی، یو آی بازی، همینطور ماشین های متنوع بازی میشه گفتش. جدا بازی خوبی. من که راضیم، شما هم راضی میشید. لایک کنید، ساب کنید، عمو جعفر رادتون نره.